سلام، وقت بخیر. به خبرهای امشب از داینیوز خوش آمدین. در نخست سرخط اخبار: قتل مرموز یک جوان 28 ساله در نیمروز. دو حادثه ترافیکی در فاریاب 3 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. بازداشت و شکنجه فرمانده پیشین جهادی در دایکندی توسط طالبان. حمله جبهه آزادی افغانستان به نیروهای طالبان در پایگاه بگرام. افزایش فشار فقر و بیکاری در افغانستان. انفجار ماین در مرز ایران و افغانستان. 10 نیروی ویژه بریتانیا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. ورود صدها شورشی از افغانستان به منطقه باجور و کمک کره جنوبی به افغانستان. به حال مشروع اخبار: قتل مرموز یک جوان 28 ساله در نیمروز. منابع محلی گزارش می‌دهد که یک جوان 28 ساله به نام عبدالناصر در منطقه غرغری ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز به گونه مرموز به قتل رسیده است. این حادثه روز چهارشنبه 12 جدی رخ داده و طالبان در این مورد چیزی نگفته است. دو حادثه ترافیکی در فاریاب 3 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. در پی واژگونی یک موتر مسافربری در ولسوالی پشتونکوت فاریاب 2 نفر به شمول یک زن جان باختند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در رویدادی دیگر در ولسوالی خواجه سبزپوش یک زن کشته شد. علت حوادث خرابی راهها و بی‌پروایی رانندگان عنوان شده است. بازداشت و شکنجه فرمانده پیشین جهادی در دایکندی توسط گروه طالبان. منابع محلی در دایکندی گزارش می‌دهد که طالبان روز چهارشنبه 12 جدی رضا امیری فرمانده پیشین جهادی را از خانه‌اش در مرکز ولسوالی شهرستان بازداشت کردند. طالبان وی را به داشتن سلاح و تجهیزات نظامی متهم کرده و به وی هشدار داده بودند که این تجهیزات را تسلیم کند. حمله جبهه آزادی افغانستان به نیروهای طالبان در پایگاه بگرام. جبهه آزادی افغانستان دیروز سه‌شنبه 11 جدی اعلام کرده است که به قراول چهارم نیروهای طالبان در پایگاه بگرام در شمال کابل حمله کرده است. در این حمله یک رنجر طالبان در دروازه چهارم میدان بگرام هدف قرار گرفته است. فشار فقر و بیکاری در افغانستان. در سال 2024 میلادی علیرغم برخی پروژه‌های اقتصادی، مشکلات چون فقر، بیکاری و تحریم‌های اقتصادی همچنان باقی ماندند. محدودیت‌های بانکی، آفت‌های طبیعی و کاهش کمک‌های بشری از دیگر چالش‌ها بودند که بر اقتصاد افغانستان تأثیر گذاشتند. بانک جهانی هشدار دادند که 25% جمعیت افغانستان با بحران جدی امنیت غذایی مواجه هستند. کارشناسان بر لزوم تخصص‌گرایی و همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش این مشکلات تاکید دارند. انفجار ماین در مرز ایران و افغانستان. منابع محلی در ولایت نیمروز گزارش می‌دهد که در پی انفجار ماین در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان ایران 5 مهاجر افغان جان باخته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه هنگام عبور غیرقانونی مهاجران رخ داده است. گزارش‌ها حاکی از میانگذاری ایران در مرز برای جلوگیری از ورود مهاجران است. 10 نیروی ویژه بریتانیا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که نیروی ویژه انکشار به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در سوریه و یک عضو دیگر به دلیل اقدامات خود در افغانستان تحت پیگرد قانونی قرار دارند. پرونده های این 10 نفر در ارتباط با 3 حادثه جداگانه در حال بررسی هستند. ورود صدها شورشی از افغانستان به منطقه باجور. انور زیبخان نماینده منطقه باجور در مجلس ایالت خیبرپختونخوا پاکستان اعلام کرده است که صدها شورشی از افغانستان وارد منطقه باجور شده و 5 ایستگاه بازرسی را تصرف کردند. وی افزود که شورشیان پرچم طالبان افغانستان را در این منطقه برافراشته است. کمک کره جنوبی افغانستان. برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده است که کره جنوبی برای حمایت از نیازمندان در افغانستان 5 میلیون دلار کمک کرده است. این کمک در شرایطی ارائه شده که 1/3 جمعیت افغانستان در زمستان با گرسنگی مواجه هستند.